خب توی مقاله و ویدیو قراره که راجع به چشم و چشم پزشکی جملات انگلیسی رو یاد بگیرید. تا پایان این مقاله و این ویدیو همراه من باشید، کل لغات این حوزه رو یاد خواهید گرفت. خب بریم سراغ قسمت اول، مشکلات رایج چشم. blurry vision یعنی دید تار یا تاری دید. My vision is getting blurry. My vision یعنی دیدن من is داره getting میشه blurry. My vision is getting blurry. دیدم داره تار میشه. سعی کنید با من تکرار کنید. I can't see یعنی نمیتونم ببینم. I can't see نمیتونم ببینم. حالا نمیتونم واضح ببینم. I can't see clearly. نمیتونم واضح ببینم. Especially at night. مخصوصا شبا. Things یعنی اشیا look out of focus. از دایره فوکوس و تمرکز چشم من، از میدان دید من خارج میشن. از میدان تمرکز دید من خارج میشن. Things look out of focus. خب قسمت دوم، خشکی چشم. Dry eyes چشمهای خشک. My eyes یعنی چشمام feel very dry. احساس خیلی خشکی دارن، خیلی خشک شدن. My eyes feel very dry today. چشمام امروز احساس خشکی زیادی دارن. Moisturizing میشه مرطوب کننده. Moisture میشه رطوبت. Moisturizing میشه مرطوب کننده. حالا moisturizing eye drops یعنی قطره های چشمی مرطوب کننده. قطره مرطوب کننده چشم. Moisturizing eye drop. حالا I need to یعنی من باید. I need to use باید استفاده کنم از moisturizing eye drops more often یعنی بیشتر. پس تکرار کنیم با هم. I need to use moisturizing eye drops more often. I need to use من باید استفاده کنم از moisturizing eye drops قطره چشمی مرطوب کننده more often بیشتر. The dryness یعنی اون خشکیه. The dryness خشکی gets worse بدتر میشه. The dryness gets worse خشکی بدتر میشه when I work on the computer. When I work وقتی که کار میکنم on the computer توی کامپیوتر. خارش چشم. Itchy eyes. Itchy یعنی چیزی که خارش داره. Itchy eyes چشایی که خارش داره. حالا چجوری اینو بگیم؟ My eyes are itchy. My eyes are itchy. چشام خارش دارن. And irritated و تحریک شدن. My eyes are itchy and irritated. چشام خارش دارن و تحریک شدن. Allergy خب میشه آلرژی. I think it might be یعنی فکر کنم باشه. An allergy یه دونه آلرژی. فکر کنم آلرژی باشه. I think it might be فکر کنم ممکنه باشه. An allergy. I think it might be an allergy. فکر کنم ممکنه آلرژی باشه. The itching یعنی اون خارشه. The itching خارشه gets میشه worse بدتر. The itching gets worse. The itching gets worse. خارشه بدتر میشه. Outdoors بیرون که میرم خارشه بدتر میشه. قسمت بعدی دردایی که تو چشم هستم میخوام راجبشون صحبت بکنیم. I have یعنی دارم. I have sharp pain یعنی دارم یه درد خیلی زیاد. Sharp یعنی چیزی که خیلی تیز و برنده است. راجع به درد یعنی شدید. I have sharp pain in my left eyes. درد شدیدی توی چشم راستم دارم. I have sharp pain in my right eyes. درد شدیدی توی چشم راستم دارم. left یعنی چپ. درد بیشتر میشه. بیشتر شدن میشه increase. The pain یعنی اون درده increases. The pain increases. درده بیشتر میشه. When I وقتی که من blink
پلک میزنم. The pain increases when I blink. انگار حس میکنم انگار. It feels like یعنی انگار something یه چیزی is stuck گیر کرده in my eyes. It feels like something is stuck in my eyes. به نظر میرسه انگار یه چیزی تو چشم گیر کرده. خب این از بخش اول. بخش دوم بیماری‌های چشم common eye diseases، بیماری‌های رایج و شایع چشم. نزدیک بینی nearsightedness یعنی نزدیک بینی یا اسم علمی ترش myopia. خب I have myopia یا I have myopia یعنی نزدیک بینی دارم، این علمی ترشه. روزمره ترش اینه که بگیم I am nearsighted. خب I have myopia یا I am nearsighted and I need glasses و عینک لازم دارم. I need glasses for distance برای مسافت دور، برای دیدن چیزای دور، برای فاصله. I need glasses. پس I have myopia یعنی نزدیک بینی دارم یا I am nearsighted نزدیک بینم and I need glasses و عینک نیاز دارم for distance برای مسافت دور. حالا اشیایی که از من دورن distant objects اشیاء دور، چیزای دور. appear یعنی به نظر میرسن. distant objects appear اشیاء دور به نظر میرسن. blurry تار اشیاء دور تار به نظر میرسن. با من تکرار کن. distant objects appear blurry برای من to me. distant objects appear blurry to me. خب نزدیک بینیم بدتر داره میشه یا بدتر شده. my nearsightedness نزدیک بینی من has gotten worse بدتر شده over the years طی سالها. خب دوربینی قبلی شد nearsightedness، این یکی میشه farsightedness یا اسم علمی ترش hyperopia. خب وقتی میخوام بگیم من دوربینم میگیم I'm farsighted. اونجا میگفتیم I'm nearsighted نزدیک بینم، اینجا میگیم I'm farsighted. و سخته برام I'm farsighted and have trouble یعنی درد سر دارم یا سخته برام. I have trouble reading برای خوندن درد سر دارم. خوندن چی؟ reading up close خوندن چیزایی که نزدیکن. I'm farsighted نزدیک بینم. دوربینم. I have trouble reading توی خوندن مشکل دارم. I have trouble reading up close توی خوندن از نزدیک مشکل دارم. برای خوندن نیاز به عینک دارم یا برای کارهایی که ریزن یا از نزدیک باید نگاه کنم به عینک نیاز دارم. I need reading glasses عینک مطالعه لازم دارم. reading glasses میشه عینک مطالعه. I need reading glasses عینک مطالعه دارم for close work برای کارهایی که از نزدیکم. خب دوربینی من باعث میشه که چشام خسته بشه. خستگی چشم میشه eye strain میشه خستگی چشم. حالا دوربینی من چشامو خسته میکنه. my hyperopia causes باعث میشه eye strain باعث خستگی چشم میشه. چشام خسته میشه وقتی کار میکنم. اینو اینجوری میگیم my hyperopia causes a strain causes eye strain باعث خستگی چشم میشه when I read وقتی که میخونم. یا حالا ساده تر میخوای بگی میگی I have eye strain when I read یا I get eye strain یعنی خستگی چشم میگیرم when I read.
استیگماتیسم. آستیگماتیسم. خب من آستیگماتیسمم، من چشام آستیگماته. چجوری اینو بگیم؟ I have astigmatism. I have astigmatism. تو جفت چشام. In both eyes. خب distorted vision یعنی بینایی که به هم ریخته شده و درست نیست و خوب نمیبینیم. distorted vision. حالا میخوام بگیم آستیگماتیسم باعث این میشه. astigmatism causes یعنی باعث میشه. باعث چی میشه؟ distorted vision. باعث بینایی ضعیف یا بینایی خراب. I see streaks around lights. دور لایتس ها یا دور چراغ ها و نورها streak میبینم یا حاله نور میبینم. I see streaks around lights at night. در شب. My glasses correct both myopia and astigmatism. اگه جوری باشه که عینکتون هم دوربینی یا هم نزدیکبینی و هم آستیگماتیسم رو اوکی میکنه و هر دو رو درمان میکنه، میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. از کلمه correct استفاده کنیم، یعنی درست کردن. My glasses عینکم correct اصلاح میکنه both myopia هم myopia یا نزدیک بینیمو and astigmatism و هم آستیگماتیسمم رو. presbyopia پیرچشمی. presbyopia. خب وقتی میخوام بگیم من یه چیزی گرفتم، درگیرش شدم، میتونیم بگیم I've developed presbyopia. I've developed این گرفتم، درگیرش شدم. درگیر چی شدم؟ presbyopia یا پیرچشمی since turning 45. از وقتی که 45 سالم شده. خب بعد کتابا رو دورتر بگیرم که بتونم بخونم. گرفتن میشه hold. باید need to. I need to hold books. بعد کتابا رو بگیرم. چجوری بگیرم؟ further away. دورتر. I need to hold books further away to read them. که بتونم که اونا رو بخونم. خب treatable میشه قابل درمان. treat میشه درمان کردن. treatable قابل درمان. حالا میخوام بپرسیم که آیا این قابل درمانه یا نه. Is presbyopia آیا پیرچشمی treatable قابل درمانه with LASIK با عمل لیزیک؟ با من تکرار بکنید. Is presbyopia treatable with LASIK? Cataract میشه آب مروارید. Diagnose یعنی تشخیص دادن یه بیماری. The doctor diagnosed me یعنی بیماری ما تشخیص داد. چه بیماری؟ The doctor diagnosed me with cataract یعنی دکتر تشخیص داد که من آب مروارید دارم. My vision is cloudy یعنی دیدم مه‌آلوده. Cloud میشه ابر. ابری. دیدم ابریه یا دیدم مه‌آلوده. جمله‌ای که راجبه آب مروارید استفاده میکنن. My vision is cloudy because of the cataract. به خاطر آب مروارید. خب cataract surgery میشه عمل جراحی آب مروارید. When should I یعنی من باید کی. When should I من باید کی have داشته باشم cataract surgery. من باید کی عمل جراحی آب مروارید رو انجام بدم. When should I have cataract surgery. خب cataract یعنی آب مروارید چشمام are making it hard داره سختش میکنه. چی رو سخت میکنه؟ to drive که رانندگی کنم at night در شب. پس با ما تکرار کن. Cataracts are making it hard. Cataracts are making it hard to drive at night. سختش میکنه که شبا چیکار کنم؟ رانندگی کنم. خب اصطلاح بعدی، بیماری بعدی glaucoma یا آب سیاه. I need to check my eye pressure for glaucoma. I need to که یعنی من باید check بررسی کنم my eye pressure فشار چشممو for glaucoma برای glaucoma.
وقتی میخوام بگیم یه چیزی ارثیه میگیم runs in the family. glaucoma آب سیاه runs in the family توی خانواده ما چیه؟ ارثیه. خب drops که گفتیم قطره eye drops قطره چشمی. من قطره چشمی استفاده میکنم. I use eye drops daily روزانه. I use eye drops daily یعنی قطره چشمی روزانه استفاده میکنم to control my glaucoma برای کنترل کردن آب سیاه. خب بریم سراغ قسمت سوم مراجعه به چشم پزشک که چیکار کنیم بریم پیش چشم پزشک. اول وقت گرفتن booking an appointment میشه قرار وقت ملاقات book هم که میشه رزرو کردن. خب میری اونجا میگی که میخوام I'd like to حالا میخوام که برنامه ریزی کنم وقت بگیرم schedule یعنی برنامه گرفتن برنامه گذاشتن. خب برنامه ریزی کنم برای قرار ملاقات schedule an appointment با کی؟ with the eye doctor با دکتر چشم پزشک. پس اول کامل بخونیم. I'd like to میخوام schedule an appointment یه قرار ملاقات یه وقت تنظیم کنم with the eye doctor با دکتر چشم پزشک. وقت خالی وقت در دسترس available time is there یعنی آیا وجود داره any هیچ available time وقت خالی امروز is there any available time today امروز وقت خالی هیچی ندارین. خب قرار ملاقات ضروری ویزیت ضروری اضطراری urgent میشه ضروری urgent appointment یعنی قرار ملاقات اضطراری اورژانسی ضروری. I need an urgent appointment مشکلم ضروریه یه وقت اضطراری لازم دارم اورژانسی لازم دارم. خب میری وارد مطلب دکتر میشی at the clinic. I have an appointment یک وقت دارم. I have an appointment یه وقت دارم at 3 p.m. ساعت 3. I'm here من اینجا اومدم اینجا for an eye checkup برای چکاپ چشم. I'm here for an eye checkup اومدم برای چکاپ چشم. خب forms که میشه همون فرم. fill out میشه پر کردن. fill out any forms یعنی هیچ فرمی باید کامل بشه. do I need to یعنی گفتیم یعنی باید. I need to یعنی من باید. do که آورده یعنی آیا. do I need to آیا من باید fill out پر کنم any form هیچ گونه فرمی رو. خب حالا بریم با دکتر صحبت بکنیم. talking to the doctor. خب خواهم بگیم بینایی من دید من my vision داره یه اتفاقی براش میفته این چند وقته has been داره میشه یا داشته میشده. خب چی میشده؟ getting worse بدتر ضعیفتر. my vision has been getting worse بینایی من داره بدتر میشه یا داشته بدتر میشده recently این چند وقته. pressure میشه فشار. I feel pressure احساس فشار میکنم behind my eyes پشت چشام احساس فشار میکنم. I feel pressure behind my eyes. خب عینکمو لازمه عوض کنم باید یک کار رو انجام بدم should میشه باید. should I یعنی آیا من باید change my glasses عینکمو عوض کنم. خب راجع به داروهای چشم و قطره ها هر چند وقت یه بار how often باید how often should I استفاده کنم use this eye drop از این قطره چشمی. پس how often should I use this هر چند وقت یه بار باید از این استفاده کنم. should I use it before or after sleeping قبل خواب استفاده باید بکنم یا بعد خواب.
It burns یعنی میسوزونه. A little یک کوچولو. When I put the drops in وقتی که قطره میریزم تو چشم. When I put میگذارم the drops قطره ها رو in توی چشم. وقتی قطره میریزم توی چشم it burns a little یک کوچولو میسوزونه. Can I drive میتونم رانندگی کنم after using this eye drop بعد از استفاده از این قطره چشمی. Can I drive after using this eye drop? Should I refrigerate this eye drop? آیا باید بذارمش توی یخچال؟ Refrigerate یعنی یه چیزی رو توی یخچال گذاشتن تو جای خنک و سرد نگهداری کردن. Should I refrigerate this? آیا اینو باید توی یخچال بذارم؟ خب بریم سراغ بحث خرید عینک و این دور چیزها و لنز. خب میخوام عینکمو بروز بکنم، یه عینک جدید بگیرم، نسخه‌ش رو عوض بکنم. I need to update my prescription. prescription میشه نسخه. خب حالا میگین که عینکم فکر کنم دیگه جواب نمیدی، عینک دیگه میخوام. حالا شاید نمرش عوض شده یا هر چیز دیگه ای. پس I need to update my prescription. I need to update my prescription. نسخه‌مو باید بروز کنم، نسخه عینک منظور. These glasses این عینک‌ها feels too strong for me. واسه من خیلی سنگین به نظر میرسن، خیلی قوی به نظر میرسن. فریم سبکتر ندارید؟ Do you have lighter frames? lighter میشه سبکتر. خب میخوام که انعکاس نداشته باشه عینکم، reflective نباشه. I like anti-reflective coating on my lenses. میخوام یه پوشش ضد انعکاس داشته باشه. بریم سراغ لنز تماسی contact lenses. I like to try contact lenses. میخوام لنز تماسی رو امتحان کنم، بذارم. I'd like to میخوام try امتحان کنم contact lenses لنز چشمی تماسی. خب لنزها چشامو اذیت میکنن، حس خوبی نمیدن. My lenses feel uncomfortable یعنی راحت نیست. Feel uncomfortable یعنی حس خوبی نداره، اذیت میکنه. پس my lenses feel uncomfortable این لنزها چشامو اذیت میکنن. خب چقدر میتونم لنزها رو چشم نگه دارم؟ Keep the lenses in این لنزها رو تو چشت نگه داری. How long یعنی چه مدت. How long can I یعنی من چه مدت میتونم. How long can I keep the lenses in چه مدت میتونم لنزها رو تو چشم نگه دارم. خب disposable یعنی یه بار مصرف، دور انداختنی. daily disposable یعنی که روزی یه بار استفاده کنی بندازی دور. daily disposable lenses لنزایی که یه بار مصرفن، دور مصرفشون یه روزه است. حالا میخوای بپرسی از اینا داری یا نه؟ Do you have daily disposable lenses؟ راجع به عمل لیزیک surgery. خب من به دردم میخوره. Am I a good candidate؟ من کاندیدای مناسبی هستم. Am I a good candidate for LASIK؟ اصلا به درد من میخوره. Am I a good candidate for LASIK؟ خب recovery time که دیگه میدونی دوره ریکاوری بهبود پیدا کردن. How long is the recovery time؟ چقدر طول میکشه که ریکاوری کنیم، بهبود پیدا بکنیم، برگردیم به حالت قبلمون. How long is the recovery time؟ خب دردم داره. Feel pain یعنی احساس درد داشتن. Will I feel pain؟ آیا من احساس درد میکنم؟ During the surgery. پس اگه بخوای بپرسی دردم داره میگیم Will I feel pain during the surgery؟ خب میتونم رانندگی کنم. Can I drive؟ روز بعدش، فرداش. Can I drive the next day؟ خب آیا قبل عمل دیگه لنز نزنم یا نه؟ زدن لنز میشه wearing، این پوشیدن یا زدن. خب
خب do I need to آیا من لازمه، آیا من باید stop متوقف کنم، دست بردارم از چی؟ wearing contacts از زدن لنز. do I need to stop wearing contacts before the surgery قبل عمل؟ خب خطری هم داره، ریسکی هم داره، ریسکاش چیان؟ what are the risks ریسکاش چیان؟ and side effects و عوارضش of LASIK عوارض این عمل لیزیک و خطراش چیان؟ what are the risks خطرات چیان؟ and side effects و عوارض جانبی of LASIK عمل لیزیک. خب حالا وقتی رفتی معاینه چشم I'm here for a vision test اومدم تست بینایی بدم. I'm here for a vision test. Doctor said I need a retinal scan. دکتر گفته که من یک اسکن شبکیه لازم دارم. retinal scan اسکن شبکیه. خب گفتیم wear contact یعنی این که بزنی اون لنزو. حالا برداری در بیاری remove. should I remove آیا باید در بیارم my contact lenses لنزای تماسیمو before the test قبل تست. خب will my eyes be dilated today آیا مردمک چشام گشاد میشه امروز؟ will my eyes be dilated today how long will the dilation effect last چقدر این گشاد شدن مردمک ها اثرش باقی میمونه؟ راجع به جراحی‌های رایج چشم common eye procedures خب cataract surgery جراحی آب مروارید توصیه کردن میشه recommend. حالا دکترم توصیه کرد my doctor recommended دکترم توصیه کرد cataract surgery عمل جراحی آب مروارید. safe میشه ایمن. is it a safe procedure آیا یک عمل امن ایمن خیلی خطر زیادی نداره؟ خب چقدر طول میکشه؟ how long does the surgery take کلان how long does یه چیزی take یعنی اون چیزا چقدر طول میکشه. حالا how long does the surgery take عمل چقدر طول میکشه. افتادگی پلکام افتادگی دارن. پلک میشه eyelid. My eyelids are drooping یعنی پلکام افتادگی دارن. عمل کردن آیا تأثیری روی بیناییم داره یا نه؟ My vision گفتیم یعنی بینایی من. Will the surgery آیا جراحی effect تأثیری داره، عوارضی داره؟ My vision روی بینایی من. Will the surgery affect my vision؟ خب عملش میشه blepharoplasty. خب حالا بپرسه پوشش بیمه‌ای هم داره یا نه. Is blepharoplasty covered یعنی آیا پوشش داره by insurance توسط بیمه. Is blepharoplasty covered by insurance آیا بلفاروپلاستی تحت پوشش بیمه هست یا نه. خب مورد آخر مکالمات روزمره راجع به ضعف بینایی. چجوری بگیم چشام ضعیفه و این موارد رو لطفاً به ما کمک کنید. نمیتونم بخونمش. Sorry I can't read that. نمیتونم اینو بخونم. My eyesight is weak. My eyesight یعنی بیناییم یا چشمم. حتی آیش هم نگید. همون sight هم بگید کافیه. Is weak ضعیفه. یا به جای weak بگیم poor. My sight is poor چشام ضعیفه. Could you read this for me؟ میشه اینو could you یعنی میشه میتونید یک کار رو برای ما انجام بدید بخونید read this اینو for me. Could you read this for me؟ I need brighter light. خب نور بیشتری میخوام، نور واضحتری میخوام، برای نور روشنتری میخوام. I need brighter light to see. نور واضحتر روشنتری میخوام برای اینکه ببینم clearly
به شکلی واضح تر. پس برای اینکه واضح ببینم to see clearly I need brighter light. نور روشنتری میخوام، نور بیشتری میخوام. خب بیناییم داره ضعیف میشه، چشم داره ضعیف میشه، چشم داره بدتر میشه. My eyesight یا my sight is getting worse. داره بدتر میشه over time، در طول زمان. عینکمو جا گذاشتم، عینکمو فراموش کردم. I forgot my glasses at home. توی خونه. Can you make the font bigger on your phone? میشه فونت گوشیتو بزرگتر کنی؟ Can you make the font bigger? میشه فونتو بزرگتر کنی on your phone. خب همینا دیگه. اگر جمله کلمه دیگه ای هست که اینجا نگفتیم و براتون سواله، توی قسمت کامنت ها یا توی ارتباط با پشتیبانی بپرسید. حتما سعی میکنیم که اگه بلد بودین جواب بدیم.